نگاه کنین از نگاه کنین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلام یک حدیث بسه میگه که انا ابو هریره روایت میکنه میگه دو گروه مردمی هستن که اهل دوزخن تا حال من اینها را نکی ندیدم. میگه یکم گروهش کاتگوریش میگه مردمی هسته که میگه در دستشون تازیانه داره مثل دنبی مقصد نمی گو و اسبه با حضیرش بگیره مقصد دو بیکه میگنش کنم خیلی میگه مردمی به گناه هم میزنن. یک گروهش همیوین و دیم گروهش جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلام میگه زنهایی هستن که انا کجروان با کجروی چون دیگران را مثال وای میبرن و مویهای سرشون مثل کوهان شتور میگن که میبندن. میگه در اینجا فهمیدی انا مینهان میگه فهمیدی اگر چنده که بوی بهشت میگه از مسافه دور میگه میرسه به اهل مقصد بهشت نه که به مشام اینها نمیرسه. گفته اینها گفت وارد جنت نمیشوند. صحیح مسلم اومده دیگه بدرویم با این حدیث ما رقم شوز میگم تو نه جدا بود رقمش. صحیح مسلم رقمی 2128 2128 فهمیدی یک حدیث بس است اگر شروع است و اگر نه چراغ پیش کور است میگه تمام بس دیگه هم میگیم ازگار میریم که کور شو که خواهر عزیز احتیاط که ختم شد خیلی انا چیزی که من اتمت کردم در ویدیو میگه که دیدم گفتم بخیر ویدیوش کنم که ان شاء الله با خاطر همین حدیث پیامبر مونکی اسپراید میشه و که اگر چندی که ما نصیحت‌های ما رو گوش نکنن نبینن شاید خیلی خاطر روی حدیث پیامبرمون ازمینی نشوا در همین زن مثال ده الله مهربون هممون هدایت کنه نه که خیلی کارایی که خودت میکنی در کار نیست شتن مثال سر لیچ دیگه و دیگه فهمیدی بسیار اگه بچپه اگه ما هم خواست سایت و فکر میکنم میفهمی حتما چتش کنی که میشناسین. سلام علیکم.